د اسرائیل لول کې د خلاص و ما فلسطینا. پس از پایان نماز مغرب 2 نفر از نمازگزاران در محکومیت جنایت‌های غزه برای دقایقی اشعاری را می‌خوانند. به دنبال تهاجم همه‌جانبی رژیم صهیونیستی و حامیانش به نوار غزه، ساخت مساجدی با عنوان مسجد الاقصی در ولایت‌های افغانستان سرعت گرفته است. اینجا مسجدی با نماد مسجد الاقصی در سراحی ولایت لغمان، ننگرهار و کابل است. نمازگزاران میگویند ساخت این مساجد و ادای نماز در آن نشانه‌ای از همبستگی مسلمانان افغانستان با مردم فلسطین است. کسی که خود مسلمان میدانه و غم شریک کل فلسطینیا است. علاوه بر لغمان، در کابل، میدان وردک و بدخشان ساخت مساجدی با نماد مسجد الاقصی به بهره برداری رسیده و در برخی ولایت‌ها نیز در حال ساخت است. این مساجد علاوه بر این که به محلی برای اطلاع از آخرین اوضاع مسلمانان غزه تبدیل شده است، هر از چندگاهی نیز مردم افغانستان با حضور در این مساجد خشم خود را از جنایت‌های اسرائیل نشان می‌دهند. اگر زمین مساعد باشه که بتانیم رفته و حتی بر جهاد هم میریم به ضد اسرائیل. نخستین مسجد با نماد مسجد الاقصی در افغانستان 1.5 سال قبل در پرجمعیت ترین نقطه پایتخت ساخته شد. وحشتناک و دردونکی دی. جنایتی که اسرائیل در غزه انجام می‌دهد وحشتناک و دردآور است. به کودکان و زنان هم رحم ندارد. از همه کشورهای اسلامی می‌خواهیم به خودشان بیایند و در برابر اسرائیل متحد شوند. نظیر احمد، ملا امام یکی از مساجد با نماد مسجد الاقصی در افغانستان، امیدوار است روزی نماز را به جماعت در مسجد الاقصی در سرزمین فلسطین به جای آورد. فلسطین یک مسئله ایمانی است و در قلب ما جا دارد. مسئله فلسطین مربوط به مردم فلسطین نیست، بلکه همه جهان اسلام در قبال فلسطین مسئولند. مردم افغانستان میگویند امروز مسئله قدس و فلسطین مسئله نخست و مهم مسلمانان جهان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، استان لغمان، افغانستان.